با درود به شما همراهان گرامی. خیلی از دوستان توی مدت گذشته، توی 1-2 ماه گذشته از من درباره شرایط پناهندگی و اینکه آیا الان امکان پناهندگی در اتریش خوب هست یا نه سوال کرده بودن. برای 1-2 تاشون سعی کردم حالا یا به صورت صوتی یا نوشتاری براشون پیام گذاشتم، براشون توضیح دادم، ولی تصمیم گرفتم این ویدیو رو درست کنم تا همه بتونیم ازش استفاده کنیم. همونطور که اطلاع دارید انتخاباتی که در ماه سپتامبر 2024 برگزار شد، حزب آبی ها یا حزب راست اتریش تونست بیشترین رأی رو بیاره و تونست حزب اول اتریش بشه که این تمام ساختار سیاسی کشور اتریش رو باید دگرگون کرده و متغیر کرده. وقتی که تو محافل در این باره صحبت میشه، خیلی از دوستان علت رو وجود زیاد خارجی ها و مخصوصا هجوم خارجی ها در طول این 7-8 سال گذشته میدونن. از جهاتی درسته، ولی خب اگر یه مقدار به عقب برگردیم میبینیم که این مسئله و مسئله راست ها در کل، احزاب راست دیرینه زیادی داره و اینها به هر حال خیلی ها اسمشون رو گذاشتن راست افراطی، پوپولیست، اما افرادی هستن که وطن پرست هستن، یعنی بیشتر به فکر مملکت خودشون هستن تا بخوان به فکر یک خارجی باشن در وهله اول. زمانی که من این رو میگم دلیل بر این نمیشه که بگیم اینا همشون ضد خارجی هستن، نه خیلی. خیلی هم با خارجی ها خوبن. من با خیلی از این افراد ارتباط دارم، افرادی که بدون هیچ چیزی اعلام میکنن که ما FO رو انتخاب کردیم و حتی به من میگن آقا تو برو به FO رای بده، که من میگم من اصلا امکان رای دادن تو این کشور رو ندارم. اما وقتی باشون صحبت میکنم میبینم که صحبت هاشون اشتباه نیست. خیلی از حرف هایی که میزنن شاید اگر که ما هم در کشور خودمون باشیم و این هجوم خارجی رو در کشور خودمون ببینیم، 100% همین رفتار و شاید حتی رفتار بدتری هم داشته باشیم. بنابراین من چیزی وقتی که آدم از POV این افراد نگاه میکنه اشتباهی در فکرشون و درباره نظرشون ندارم. راحت بی پروا صحبت میکنم، مخصوصا اگر شما نگاه کنید در 4-5 سال گذشته اتفاقاتی که چه در آلمان افتاد. علت اینکه AfD در آلمان یک دفعه قدرت گرفت برای چی بود؟ اصلا AfD قدرتی نداشت به اون صورت. AfD زمانی قدرت گرفت که خارجی ها اونجا به اسم اسلام یا حالا به اسم هر چیز دیگه با چاقو حمله کردن، شلیک کردن، آدم کشتن، بچه کشتن. همین چند روز پیش خبرش اومد که یک افغان با چاقو رفته بود در جایی که مدرسه بود یا مهد کودک بود احیانا و یک بچه رو کشته بود و یکی از معلم ها رو کشته بود با چاقو. بعد صحبت ها شده بود که اینها خود حزب AfD بوده که به اینا پول داده، که اصلا یک داستان تئوری توطئه عجیب غریبیه که واقعا آدم نمیتونه درک کنه. از نظر من فکر نمی کنم این مسئله صحت داشته باشه و اینجوری درست باشه. ولی به هر حال حالا برمیگردیم به اتریش. تو اتریش هم دقیقا همین مسئله. اگه شما نگاه کنید از سالهای 1990 95 به این طرف شما میبینید که احزابی مثلا BZO اون موقع بودش که آقای حیدر رهبرش بود که اون موقع تونست قدرت بگیره در سال 2000 و با حزب سیاه هم اون موقع که حزب سیاه یه حزب معتدلی هست، تقریبا معتدل به راست هست، تونسته بود ائتلاف کنه همون موقع هم. چون احزاب اینجا شما اگر دقت کرده باشید 100% هم دقت کردید احزاب اکثرا کمونیستی هستن. حالا درسته برای مثال میگم SPÖ حزب قرمز خیلی اعلام میکنه که ما سوسیالیست هستیم، اما در کل یک پسمانده و یک تهمانده از کمونیست رو شما در حزب قرمز میبینید. حزب سبز که دیگه جای خود داره
حزب کمونیست هم که حالا یه حزب کوچولویی دارن و گاهی وقتا یه لک و لکی میکنه ولی به جایی نمیرسه فعلا حداقل. و حزب نئوس که اصلا اونا داستانشون سواست، اصلا اونا یه سازی برای خودشون میزنن که اصلا معلوم نیست چی هستن. اونا خیلی تمایل دارن که مثلا اتریش رو مثل آمریکا بکنن، یه کشور سرمایه‌داری باشه که نمیدونم سرمایه‌دارها قدرت داشته باشن، ولی اصلا شدنی نیست، برای اینکه اصلا سیستم و شرایط این کشور در حال حاضر این رو نمیتونه تحمل کنه و بپذیره، چون بعد خیلی مشکلات دیگه به وجود میاد. برای همین حزب نئوز هم بذاریم کنار. میمونه در کل 2 تا حزبی که زیاد طرف چپ نیستن، کمونیستی نیستن، که یکیشون حزب FPO، یکیشون هم حزب اوفاپی، که الان این 2 تا حزب تصمیم دارن با هم یک ائتلافی رو انجام بدن. البته امروز که 29 ژانویه هست و من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، هنوز مشخص نیستش که این ائتلاف به کجا میرسه، چون از 3-4 روز گذشته این 2 حزب هم در بعضی نقطه ها، در بعضی پونکت ها به مشکل خوردن با هم و اصلا امکان داره که این 2 حزب هم نتونن با هم کنار بیان و بعد دوباره باید برن رای گیری بشه. من اینطور برداشتم هست که اگر بخواد یک رای گیری دیگه انجام بشه، یعنی اگه این 2 تا حزب نتونن با هم کنار بیان و قرار باشه یک رای گیری بشه، من احساس میکنم که حزب آبی و حزب راست، یا حالا به قول خیلی‌ها میگن حزب پوپولیست راست افراطی، ولی واقعا بخوایم در نظر بگیریم یه حزب راست میهن پرستی هستن. اگر که دوباره بخواد یک انتخاباتی انجام بشه و این احزاب نتونن با هم کنار بیان، من اینطور برداشت میکنم که حزب آبی، حزب FPO میتونه این پتانسیل داره که حتی از این دفعه هم آمارش بالاتر بره و قوی‌تر بشه. اخبار رو که الان نگاه میکنی، حزب سیاه خیلی تمایل داره که الان بتونه آبی ها رو مهار کنه و اینجا نگه داره تا اینکه بخواد اون اتفاق بیفته. اما معلوم نیست هنوز چه اتفاقی میفته. امروز که همونجور گفتم 29 ژانویه 2025 هنوز ائتلافشون 100% نیست و هنوز دارن با هم مذاکره میکنن رو بخشای مختلف. اما اگه حزب آبی بیاد سر کار، چه شرایطی برای خارجی ها به وجود میاد؟ آیا اصلا برای خارجی ها خوبه؟ برای خارجی ها بده؟ این مسئله بود که من بیشتر تصمیم گرفتم این ویدیو رو درست کنم، درباره‌اش صحبت کنم. ببینید دوستان، همه ماها از کشورهای مختلفی اومدیم، از افغانستان، از ایران، خیلی ها از عراق اومدن، خیلی از ترکیه اومدن، حالا به هر شکلی. اگر که یک خارجی بخواد بیاد توی کشور ما، شاید ما بپذیریم که این خارجی حالا اومده تو کشور ما داره زندگی میکنه، از یک سری امکانات هم بهره مند میشه. حالا مثلا من دارم تصور میکنم، برای مثال افغان هایی که در ایران هستن، وقتی آدم نگاه میکنه میبینی که بعد خودمون که به عنوان خارجی در یک کشور دیگه هستیم، وقتی آدم با هم نگاه میکنه میبینیم که توی اتریش امکاناتی که به ماها داده شده شاید 1/1000 هم به افغان ها در ایران داده نشده. خوب و بدش رو من اصلا کار ندارم، حالا ایران نباید بده یا باید بده، اینا اصلا من به اینا کار ندارم. من این چیز کلی دارم میگم. یا شما در نظر بگیرید که مثلا افغانستان شرایطی داشت که ایرانی ها یا پاکستانی ها یا هر کسی دیگه میومد توی افغانستان و بعد میخواست مثلا اونجا خرید کنه، میخواست اونجا خونه بخره، زمین بخره و بعد میخواست قدرت رو دستش بگیره و بعد یک سری خرابکاری ها میکرد، تجاوز میکرد، آدم میکشت، نمیدونم خلاف قاچاق میکرد، نه 1000 تا کار دیگه میکرد. 100% ماها هیچ کدوممون تمایل به این کار نداریم، چه تو کشور خودمون باشیم چه توی کشور دیگه باشیم. الان که ماها هممون تو کشور اتریش داریم زندگی میکنیم، چه طرف افغانه، چه طرف ایرانیه، چه طرف پاکستانیه، چه مال هر کشوری که هست، ماها داریم اینجا زندگی میکنیم. ما باید بر اساس قوانین اینجا زندگی کنیم، ما باید یک سری قوانین اینجا رو بپذیریم. من با خیلی هاشون صحبت میکنم گاهی وقتا و طرف میگه من 40 سال اینجا کار کردم، حقوق من بعد از 40 سال، حقوق پنسیونی که دارم میگیرم مثلا 1100 تا 1200 است، اما یه خارجی که اومده اینجا
یک دفعه نه کاری کرده نه هیچی دارن بهش 1200 تا میدن. این چیزیه که توی ذهن اتریشیه نقش بسته و بعد اخبار رو هم میشنوه. میبینی که برای مثال میگم اینا رو که دارم میگم مثاله، تو رو خدا بد برداشت نشه. یک خانواده سوری مثلا اومده اینجا و 8 تا بچه دارن و داره مثلا 3500 تا حقوق میگیره ماهانه. درسته اونا بچه زیاد دارن، خرج داره، اینا رو من همه رو درک میکنم. اما اون اتریشیه میشه پیش خودش فکر میکنه، میگه من کار کردم 40 سال دارم 1200 تا 1400 تا حقوق میگیرم، اون کار نکرده اومده اینجا و داره اینقدر پول میگیره. یا یه اوکراینی اومده اینجا توی توی وین بهش یه خونه دادن که اجاره خونه نمیده، پول پارک توی خیابون ماشینشو بذاره نمیده، بچه‌هاش راحت میتونن برن مدرسه بیان بدون مشکل، فلان پول نمیدونم مثلا آب و برق و نصف حساب میکنن باهاش. اینا میشه که زمانی آلمانی ها اتریشی ها به خودشون میان و میگن آقا بسه، ما دیگه حزب سوسیال رو نمیخوایم، حزب سوسیال خوب بود ولی گند زده. ببینید چرا حزب قرمزها در طول حداقل توی 20 سال گذشته هر دفعه داره افرادی که بهش رأی میدن کمتر میشه. دلیل بر این نیستش که آدمایی که هستن، چون من با یکی صحبت میکردم میگم نه خب دلیل اینه که اونا دیگه فکر میکنن اینا دارن رأی میارن نمیان رأی بدن. اصلا چنین چیزی نیست. این احزاب قدرتشون کم شده برای اینکه حرفایی که قدیم میزدن ما میخوایم این کارو بکنیم این کارو بکنیم، این حرفا در امروز در دنیای امروز، در دنیای تکنولوژی، در دنیایی که اخبار اینقدر سریع پخش میشه جایی دیگه نداره. کسی دیگه این حرفا رو نمیپذیره، قبول نمیکنه. بنابراین اتفاقی که میفته مردم رفته رفته میرن طرف احزاب راست‌تر. احزاب راست هم بیشتر احزابی هستن که حس میهن پرستی توشون زیاده. حالا بعضی هاشون حتی به راسیستی هم کشیده میشه، به فاشیستی هم کشیده میشه، ولی درصدش کمه، بخاطر اینکه ما اون فاشیستی رو گاهی وقتا حتی در حزب قرمزها هم به یک شکل‌های دیگه میشد دید. من یادم سال 2010 2011 اون موقع ها 2014 زمانی که انتخابات میخواست بشه، اون موقع اشتراخه توی FBO بود و قرار بود که بیاد به عنوان اینکه مثلا انتخابات شرکت کنه. دلیل اینکه اشتراخه اون موقع رأی آورد دلیلی بود که به عقیده من باعث و بانیش خود احزاب کمونیستی یا احزاب سوسیال چپ بودن که اینو باعث شدن و اجازه دادن طرف مثلا از این نقاب ها بزنه، برقه بزنه، بیاد توی جامعه روسری و این باعث شد که شخصی مثل اشتراخه بتونه از این شعار تبلیغاتی استفاده کنه برای اینکه بتونه بیاد توی انتخابات شرکت کنه و اون موقع هم رأی آورد و خیلی راحت تونست یک دفعه یه جهش بزرگ FPO همون موقع آورد و تونست بیاد بالا و توی انتخابات سری در بیاره و تونست با حزب ترکیز که اون موقع کورتس بود، حالا اونم شرایط خاص خودشو داشت، نمیخوام در این باره زیاد صحبت کنیم، ولی تونستن با هم ائتلاف کنن. بیشتر منظور به اینه که الان هم همین مسئله وجود داره، مردم ناراضی هستن، چه تو اتریش، چه تو هلند، چه توی آلمان، مردم ناراضی هستن. احزاب راست، احزاب میشه گفت 80% میهن پرستن، احزابی هستن زمانی به قدرت میرسن که مردم ناراضی هستن. اگر حزب آبی ائتلافش با حزب سیاه یا حزب ترکیز اوکی بشه، 100% بشه و بتونن دولت تشکیل بدن، اگر بیاد سر کار میتونه برای خارجی هایی که بیشتر مخصوصا اونهایی که برای پناهندگی میخوان اقدام کنن، البته برای اقامت هم همینطوره، یعنی مهاجرت هم همینطوره، ولی برای افرادی که الان مثلا به عنوان پناهنده اینجا هستن توی اتریش میتونه یه مقدار براشون سخت بشه. امروز من توی اخبار میخوندم حزب آبی و حزب سیاه به توافق رسیدن که پناهنده ها رو سیستم پزشکی برای پناهنده ها رو کمتر کنن یه مقدار. حالا من 100% این خبر رو اگر که تایید بشه و تصویب بشه 100% یه ویدیوی دیگه درست میکنم زمانی که دولت به نتیجه رسیده باشه، دولت تشکیل شه و مشخصه که
دولت چه کارهایی میخواد انجام بده. اون موقع یک ویدیو دیگه درست میکنم در این باره صحبت میکنم مفصل. حالا میرسیم به پرسشی که خیلی از دوستان از من پرسیدن و اون هم اینه که اونایی که تصمیم دارن الان بیان اتریش بیان یا نیان. ببینید من خودم حتی قبل از این همیشه دوستانی که از من سوال میکردن برای اینکه بیان اتریش برای مهاجرت یا برای پناهندگی، همیشه میفرستادمشون طرف آلمان از لحاظ کاری، از لحاظ زندگی به مراتب بهتر از اتریشه. حالا آلمان جاهای مختلف داره، شما شاید یک سری مثلا طرف آلمان شرقیش شاید زیاد خوب نباشه، ولی که مناطقی که طرف آلمان غربیه خب به هر حال بهتره. ولی در کل آلمان از لحاظ موقعیت و پیشرفت خیلی به مراتب بالاتر از اتریشه و اون افرادی که واقعا دوست دارن پیشرفت کنن، ترقی کنن، من همیشه بهشون میگم آقا اگه دوست داری بیای اتریش بیا، جای منو تنگ نمی‌کنی، اما اگر میتونی برو آلمان که آلمان خیلی بهتر از اتریشه. نمیگم حالا آلمان هم جای خوبیه، ولی به مراتب بهتر از اتریشه. با شرایطی هم که الان پیش اومده و حزب آبی داره میاد سر کار، اگر که حزب آبی موفق بشه، شرایط پناهندگی رو اینا تصمیم دارن تا جایی که میتونن به صفر برسونن. یعنی چه مهاجرت چه پناهندگی در اتریش رو شما حداقل برای 3-4 سال آینده بعد از ذهنتون بیرون. اگر هم در اینستاگرام یا در یوتیوب جایی میبینید یکی بهتون میگه بیا من برات ویزای کاری بگیرم، ویزای دانشجویی بگیرم، بیا اتریش، به به و چه چه، چون من تبلیغاتشون رو دیدم متاسفانه بعضی از این دوستان رو، با طناب پوسیده بعضی از این دوستان تو چاه نرید. درباره این مثلا 100% یک ویدیو در آینده درست میکنم که بتونم خیلی موشکافانه، البته به افراد اشاره نمی کنم ولی چون واقعا لزومی هم نداره من به کسی بخوام اشاره کنم، من به طور کلی میگم شما به طور کلی اطلاعات رو میگیرید و بعد وقتی که تو اینترنت سرچ میکنید با فکر بازتر حداقل جستجو میکنید و افرادتون رو پیدا میکنید و موشکافانه تر رفتار میکنید. بنابراین من احساس میکنم دوستانی که تمایل دارن بیان اتریش با شرایط امروز بهتره که فعلا دست نگه دارن تا تکلیف دولت مشخص شه. اگر دولت آبی بیاد سر کار، که حتی برای افرادی هم که هنوز جواب ندارن و تو اتریش هستن میتونه سخت باشه و شما دوستانی که تصمیم دارید بیایید به اتریش فعلا یک مقدار دست نگه دارید و اگر امکانش رو دارید برید طرف آلمان فکر میکنم شرایطش به مراتب در حال حاضر بهتر از اتریش. برای تک تک شما دوستان گرامی آرزوی تندرستی دارم. اگر که دولت تکمیل بشه 100% یه ویدیویی درست میکنم و درباره اون مسئله هم حتما صحبت میکنم. اما تا زمانی که دولت تشکیل نشده نمیشه هنوز هیچ چیزی گفت. امکان داره که حزب آبی و سیاه هم به ائتلاف نرسن و رأیگیری مجدد پیش رو داشته باشیم. مانا باشید تا ویدیویی بعد، بدرود.